خب تو این ویدیو قراره با هم راجع به این صحبت کنیم که چطور به طور مستمر بتونیم ورزشمون رو ادامه بدیم و رهاش نکنیم تا به یک اندام ایدئال برسیم. همراه من باشید تا به چند نکته خیلی مهم اشاره کنم. خب ببینید دوستان، اون اوایلی که شما ورزش رو شروع میکنید باید یک چرایی و چیستی قوی داشته باشید و برای خودم اینطور بود که یعنی نه اومده بودم که بازوام گنده بشه و نه اومده بودم تا اون سلامت و اون صحبت‌های فلسفی رو داشته باشم. هدف از شروع باشگاه برای من این بود که بیام و ذهنم آروم بشه. یعنی چون پروسه مهاجرت برای من شروع شده بود، سیکل مهاجرت به این صورت بود که خب اوایل میایی درگیر زرق و برق یک کشور جدیدی و اصلا حواست نمیره سمت این که آقا تنهایی و کلی مشکلات، که البته این مشکلات هی جمع میشه و یک جایی گلوتو میگیره. بعد از گذشت تقریبا 6-7 ماه این دلتنگی و فشار و مشکلات و چالش ها هی بیشتر و بیشتر شده. از طرفی دیگه مشکل زبان که اون اوایل من اصلا زبان بلد نبودم گریبانگیر شد. یعنی اومد دستشو انداخت و گفتش که آره، گفته بودم وارد یک فروشگاه شدم، گفتش که آقا پلاستیک میخوای؟ نمیدونستم چی میگه. یعنی مثل یک بچه بودم که هیچی متوجه نمیشه و اشکم داشت در میومد و خیلی برای من سخت بود. و یک شب که از دانشگاه برگشته بودم ساعت 11 شب بود، تصمیم گرفتم تا گفتم بذار برم باشگاه ثبت نام کنم. 24 ساعته است و یک پوهن خیلی مثبتیه و چرایی و چیستی من این شد که شبا بیام تمرین کنم تا منو خوابم ببره. با تمام این همه سختی که مسکو اونقدر بزرگه، چند تا تهران انگار تو خودش جا داده، شهر زیرزمینی داره که متروهاش بسیار عمیقه. یعنی میگن متروهاش برای این ساخته شده که اگر یک روزی جنگ شد و بمب اتم زدن آقا، مردم برن توی متروهاش به عنوان پناهگاه استفاده کنم. این مسیرها اونقدر طولانی و فشار هستش که موقعی که شب میافتی آدم وقت باید بذاری برای آشپزی، وقت بذاری برای تمیزکاری، وقت بذاری برای درس و همه اینا رو هم تلمبار بشه. ولی باز با تمام این تفاصیل یک چرایی داشتم. من شب خوابم نمیبره، فشار روم، غربت، سختی، مشکلات و میومدم با باشگاه خودم رو تخلیه میکردم. پس یکی از دلایل مهم من این بود. پس هیچ وقت فراموش نکنین چرایی و چیستی کار در هر کاری. حالا میخواد ورزش کردن باشه، میخواد درس خوندن باشه، میخواد پروژه جدیدی باشه، میخواد بیزنس جدیدی باشه، هر چیزی که میخواد باشه. نکته بعدی که من بخوام بهتون بگم این که آقا با خودت سخت نگیر. یعنی باشگاه رو که شروع میکنی آقا، تو قرار نیست نه توی 1 ماه، نه توی 2 ماه، نه 6 ماه و نه توی 1 سال تبدیل به آرنولد بشی. اون اوایل که باشگاه رو شروع میکنی نه یا وزن سنگین بردار و رو خودت فشار بیار. میومدم آقا 2 حرکت، برفرض میخواستم سینه‌مو تمرین بدم، 2 حرکت میومدم میزدم و میرفتم خونه. هدف اینه که گره ذهنی شکسته بشه و بگی آقا من انجام دادم، امروز تیکه ورزشم خورد. وقتی اون گره ذهنی رو بشکنی و این استمرار تبدیل بشه بخشی از عادتت، تو بردی. فقط مهمیه که آقا استمرار داشته باشی توی مخصوصا این ورزش و تو هر کاری. اصلا میخوای فن بیان بهتر بشه باید استمرار تو اون کار داشته باشی و تمرین تکرار داشته باشی. پس به خودت سخت نگیر، بیا 2 حرکت بزن، گره ذهنی که شکست. همین که دو باشگاه میای یعنی یک قدم رو به جلو و یک پوهن مثبت. میای تا باشگاه تمرین تو میکنی و برمیگردی و هر روز سعی کن نسبت به جلسه قبل بهتر باشی. پس راز موفقیت این نکته دوممون در اینه که فشار نیاری رو خودت. آقا نکته سوم، توی دبستان ما یاد دادن آقا قدرت نگفتن داشته باش. حالا باید اونو بیایم توی زندگی عملیش کنیم. علی امشب میای بریم بیرون؟ نداداش من الان باید برم باشگاه. علی امشب میای بریم فلان کار انجام بدیم؟ نداداش الان من باید شام بخورم، بعد ای تایم بخوابم. برمیگردیم به قدرت دیسیپلین و نظم. اگر قدرت نگفتن نداشته باشی هیچ چیز نخواهی داشت.
نه آرامش، نه زندگی، نه بدن خوب، نه پیشرفت، هیچ چیز. اساس ترقی نظمه. نظم. پس این نگفتن رو به خاطر بسپار، چون باشگاه رفتن فقط رژیم و غذا خوردن نیست، فقط وزن بلند کردن نیست، یک لایف استایل. مهم اون پشت زمینشه، اون پشت کارشه. قبل از باشگاه چی کار انجام میدی؟ یعنی شما بدنسازی اول رو توی آشپزخونه داری انجام میدی، بعدش میای توی باشگاه. بریم سراغ تمرینمون تا نکته بعدی. چیز دیگه که من متوجه شدم، باور کنید غذای مفید خوردن خیلی ارزان‌تر در میاد تا رستوران و غذای فست فود. هیچی بار مثبت برای بدن شما نداره و گرانتر هم هست. خب آخه چه کاریه؟ یک نکته دیگه که واقعا اینو خودم به شخص تجربهش کردم و متوجه شدم اینه که آقا اون اوایل که از باشگاه برمیگردی آدم غذا بخورم فلان کنم ال کنم بل کنم، نه آقا نمیخواد 10 تا تخم مرغ پس کنی. من خودم این شکلی بودم، بخورم که بدنم دم کنی عضلات فلان شه، چه میدونم اینطوری کنم اونطوری کنم. اصلا 2 تا تخم مرغ آپز میکنیم اون اوایل. آهسته و پیوسته، یعنی کلید موفقیت استمرار و آهسته و پیوسته. اینو ادامه بدی خیلی بهتر نتیجه میگیری. من خودم یک باز زبانی تابستون میومدم 10 تا سفیده میذاشتم آپز میخوردم، خب تغییر آنچنان نشد. تو بدنت فقط که پروتئین سفیده تخم مرغ نیاز نداره. دوستان ببینید اینطور نباشه که آقا ما بالاخره درس داریم، کار داریم، حالا ممکنه یکی متعهل باشه سر کار بره، یکی مثل من دانشجو باشه، ممکنه 2 هفته درگیر درست باشی، درگیر امتحانت باشی. این نباشه رها کنی آقا هفته یک بارشو بیا، یعنی یک جلسهشو بیا، 2 جلسهشو بیا. قطعا تو مولتی میلیاردر هم باشی، 10 تا کمپانی داشته باشی، هولدینگ داشته باشی، 3 روز در هفته وقت میتونی برای خودت بذاری، برای خودت ارزش قائل شو. تو زمانی که برای خودت ارزش قائل بشی بقیه هم برای تو ارزش قائل میشن. وقتی برای خودت ارزش قائل نشی هیچ کس هیچ ارزشی برای تو قائل نمیشه. پس برای خودت وقت بذار آقا. من مطمئنم در هفته هر شخصی 3 روز وقت خالی داره، با تمام مشغله و دغدغه‌هایی که داره میتونه برای خودش وقت بذاره که بیاد ورزش کنه. و اینکه غذا آماده کنی و غذای خوب بخوری اصلا کار سخت و پیچیده‌ای نیست و بعد اون نتیجه رو تو زندگیت میبینی، چقدر ذهنت قوی میشه. به خودت میگی علی صد دمت گرم، استمرار داشتی، اراده داشتی، رفتی جلو، یک بدن نسبتاً و قابل قبولی رو ساختی. چقدر به خودت امیدوار میشی، متوجه این؟ و بدنت سالمه و فکر چقدر بهتر کار میکنه. جمله همیشگی به ما میگفتن عقل سالم در بدن سالم. یعنی من به این پی بردم که هر نکته‌ای که به ما توی مدرسه گفتن آقا توانا بود هر کی دانا بود، یعنی راز در آگاهیه. تو تا زمانی که آگاه نباشی تو هیچ زمینه موفق نخواهی شد. الانم این صحبت سر ورزش، عقل سالم در بدن سالمه. تو غذای درست نخوری، سالم نباشه بدنت، اصلا مغزت کار نمیکنه، کشش نداره. خلاصه که رفقا امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. منم سعی میکنم هر نکته‌ای که به نظرم بیاد و فکر کنم میتونه توی زندگی شما مفید باشه و تاثیرگذار باشه میام و توی ویدیو میگم و آپلودش میکنم. متشکرم. یک راه رایگان برای حمایت از کار من وجود داره، اونم اینه که روی دکمه سابسکرایب بزنید، لایک کنید و نظرتون رو کامنت کنید. آقا بگین کدوم قسمت از صحبت‌های من اشتباه بود و من مخالف بودم با تو آقای علی صدر. و خب میشنویم با هم فکری میکنیم، چون هیچ کس تو این دنیا کامل نیست. یک جمله همیشه هست، میگن همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشدند. خیلی حرف عمیقیه، جمله عمیقیه. پس کامنت بذارید، نظرتون رو بگین و خوشحال میشم که صفحات مجازی من رو هم دنبال کنید، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و کانال رو هم فراموش نکنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.